5 مکان جن‌زده ایران که هرگز نباید بری. شماره 1 قلعه جن‌زده بم. این مکان فقط یک قلعه باستانی نیست. موارد زیادی از مشاهدات موجودات عجیب و صداهای مرموز و جیغ مانند توسط بومیان منطقه وجود داره. شایعه این مشاهدات مربوط به موجوداتی انسان مانند با ریش‌های بلنده. شماره 2 عمارت قجری کاشان. خانه قجری کاشان ظاهر فوق‌العاده‌ای داره، اما یه راز مخوف در دیوارهای اون پنهان شده. بیش از یک قرن پیش دختر جوانی بعد از دست دادن معشوقش در شب عروسی تمام شب در کنار حوض گریه کرد و سپس جون خودش رو گرفت. محلی‌ها باور دارن که روح اون دختر هنوز در راهرو پرسه میزنه و صدای گریه اون توسط مردم شنیده میشه. شماره 3 جنگل ابرهای شاهرود. جنگل شاهرود که با نام جنگل مه هم شناخته میشه، مکان زندگی موجودات عجیبیه که در گذشته باعث ناپدید شدن مسافرها میشدن. بومیان منطقه نقل میکنن که مسافرها با شنیدن صدا و زمزمه ها وارد جنگل میشدند و هرگز برنمیگشتند. امروزه ورود به برخی از مناطق این جنگل ممنوع اعلام شده. شماره 4 کاروانسرای میمنت. کاروانسرای میمنت در استان کرمان مکانی قدیمی و زیباست که رازهای زیادی داره. به گفته مردم محلی شبها صدای پای از پا، زنگوله‌های کاروان و نجوای مسافران به وضوح شنیده میشه. دیده شدن انسان‌های مرموز با لباس‌های پاره و شنیده شدن بوی غذاهای محلی در این مکان بسیار رایجه. شماره 5 حمام فین کاشان. این مکان فقط یک حمام تاریخی نیست. انرژی منفی در این مکان اونقدر زیاده که بسیاری از مسافران نمیتونن بیشتر از چند دقیقه آن را تحمل کنند. گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای پا در این مکان توسط نگهبانان وجود داره. کدوم یک از این مکان‌ها رو قبلا رفتی؟ توی کامنت‌ها برام بنویس و اگه از این مدل ویدیوها خوشت اومد حتما لایک و سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.